از بس پدر و مادرش بهش غر می‌زدن کلافه شده بود. برای همین می‌خواست توی مصاحبه شغلی شرکت کنه تا شاید بتونه با پولی که در میاره از خونه فرار کنه. با خودش میگفت اگه تو مصاحبه موفق بشم دیگه از دست گیر دادناشون مثل مرتب کردن تخت، بستن در و خاموش کردن چراغا راحت میشم. وقتی توی محل مصاحبه منتظر بود تا نوبتش بشه، دید چراغ بالکن با اینکه ساعت 10 صبح هنوز روشنه. یاد حرفای پدرش افتاد. بلند شد و چراغو خاموش کرد. تو راه یه شیر آب که چکه می‌کرد رو هم بست و یه صندلی که ورودی اتاقو مسدود کرده بود رو جابجا کرد. وقتی نشسته بود متوجه شد که هیچ کس از متقاضیا سوال نمی‌پرسه. اونا می‌رفتن تو و خیلی سریع میومدن بیرون. گیج شده بود. نوبتش که شد پروندهشو داد دست مصاحبه کننده، ولی با کمال تعجب اون آقا نه از مدرکش پرسید نه از رزومش. فقط گفت چه زمانی کارتو شروع می‌کنی؟ بعد توضیح داد که رفتار همه رو از طریق دوربین مداربسته زیر نظر داشتن. وقتی عادتهای اون جوونو دیدن در جا استخدامش کردن. گفت همچین چیزایی تو مدیریت و تو زندگی مهمتر از هر چیز دیگه است. وقتی برگشت خونه پدر و مادرش رو بغل کرد و فهمید همون قرقرای همیشگی چه ارزش بزرگی بهش اضافه کردن. تازه درک کرد که فقط تحصیلات کافی نیست. عادتهای خوبن که تو موفقیت نقش اصلی رو بازی میکنن. اگه رشد رو دنبال نمی‌کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی‌بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.